دون 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 دون. سرده نه؟ داره برف میاد. مگه نزدیک نوروز و بهار نیست؟ ننه سرما جون اونجایی؟ بچه شما ننه سرما رو ندیدین؟ آخه باید برم بهشون خبر بدم که نزدیک بهاره. نمیدونم. بیایم بریم داخل، شاید ننه سرما رو پیدا کنیم. بریم. ننه سرما اینجایی؟ سلام، حالتون چطوره؟ آخه من و بچه داشتیم کلی دنبالتون میگشتیم. اما چرا ناراحتی؟ من یادم رفت بگم. بچه ها میدونین چی شده؟ ننه سرما وسایل سفره 7 سینشو گم کرده. اما من یه فکری دارم. ننه سرما الان زنگ میزنم به گیگیلی هم کلی دوست داره. فکر کنم بتونه بهمون کمک کنه. موافقین؟ پس بیایم بهش زنگ بزنیم. سلام گیگیلی جون، حالت چطوره؟ خوبی؟ توی سارا؟ بله من سارام. خیلی خوشحالم صدا تو میشنوم. منم نقل منو نمیبره سفر بلکه تو ببری. گیگیلی جون فکر کنم که تو شنیدی که ننه سرما وسایل سفره 7 سینشو گم کرده نه؟ ببینم میتونی که به بچه ها خبر بدی بیان کمکمون بریم دنبال وسایل سفره 7 سین بگردیم؟ آره بچه بریم سفر. آره میان. مرسی، خیلی خوب میشه اینطوری. تازه یه خبر خوبم برات دارم. مردم دارن برامون آش درست میکنن. آش؟ سبزم داره؟ بله سبزی هم توش داره. پس من با کله اومدم. عالی میشه. تازه به جز سبزی انگار من شنیدم یه چیزای دیگه‌ای هم توش داره ولی نمیدونم چی. سبزی بیشتر. آره شاید سبزی بیشتر. خیلی خوب. پس بریم به نظرم وسایلمون رو جمع کنیم. تو هم به بچه ها خبر بده. بریم سفر. بچه ها بریم. عالی میشه. مرسی. پس فعلا خداحافظ. شما آماده این؟ بدوین بریم چمدونتون رو ببندین، لباساتون رو بپوشین که بریم مسافرت. بدوین. جیبو 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 جیبو. سلام، شما برگشتین. میبینم که چمدونتونم جمع کردین و آماده سفرین. پس بریم وسایل آشام از همسایه‌ها بگیریم. آماده این؟ تق و تق و تق یه قابلمه، میزنیم قاشق یه عالمه. آی خانوما آی آقایون، نخود بیارین برامون. لوبیا چیتی سبزی آش، زود بریزید تو کاسمون. سال جدید داره میاد، غمها رو بسپارید به باد. ولی بچه ها این یه آش معمولی نیست، آش ابودرداست. میپرسین ابودردا کیه؟ ابودردا یه عروسکه. بله یه عروسک که با خمیر نون درست میشه. یه دختر و یه پسر. شما کدومو میسازین؟ ابودردا وقتی پخته شد از توی آش بیرون میاد. بعد همه با هم میریم کنار رودخونه و اونو میندازیمش توی رودخونه. آخه ابودردا قرار دردا و قصه ها رو برامون ببره. شاید هم برامون یه چیزی بیاره. شما ابودرداتون رو ساختین؟ من ساختم. اگه تو هم ساختی بیا بریم رودخونه. این ابودردای منه. 1 2 3. اینجا رو ببینین. اومدیم رودخونه. ببینم آماده این که ابودردامون رو بندازیم توی رودخونه؟ براش یه شعرم بخونیم. آی ابودردا برو و دور کن همه دردا. آی ابودردا برو و دور کن همه دردا. آماده ای؟
بچه ببینین ابودردا برامون چی آورد. اولین سین سفره 7 سینمون سیب. میتونی با دستات بزنی سیب. یه بار دیگه سیب. مرسی. آتیش آتیش میپریم از رو آتیش. آتیش آتیش میپریم از رو آتیش. چهارشنبه سوری شده و میپریم از رو آتیش. آجیل و باسلق میخوریم یک نوخ و دود کشمش. سردی من از توه و سرخی تو هم از من. کوزه گرد و بردار و بزن زمین و بشکن. آتیش آتیش میپریم از رو آتیش. ببینم شما با من پریدین؟ مرسی. بچه‌ها توی یه سری از شهرهای مختلف ایران رسم دارن که کوزه های کهنه‌شونو میرن بالای پشت بوم و از پشت بوم میندازنش زمین. اینطوری کوزه ها میشکنه. اعتقاد دارن که اگه این کارو بکنن اتفاقات بد اون سال با کوزه شکسته ها از بین میره و اتفاقات خوب و قشنگ تو سال جدید میفته. چشماتو ببند. توی کوزمون یه چیزی بود. چشما بسته 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 بسته. بذار ببینم کوش. بسته بسته بسته. اینها سکه. سین دوم سفره 7 سین. میتونی با دستات برام بزنی؟ سکه. میتونی با خود سکه بزنی؟ سکه. مرسی ازت. آی تکمین کندیوار کمندیوار کندیوار هر قپوداوی نصابی نلویکی غندیوار. آی تکمین کندیوار کمندیوار کندیوار هر قپوداوی نصابی نلویکی غندیوار. آی تکم وای 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 آی تکم وای 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 آی تکم کمندیوار کندیوار. آی تکم وای 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 آی تکم وای 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 آی تکم کمندیوار کندیوار. خب بچه جون یه قسمت از کاغذان مال مامان یا باباست، یه قسمت از کاغذان مال شما. میخوام خوب به موسیقی گوش بدی. یه وقتایی نوبت شما میشه که کاغذتو بچسبونی، یه وقتایی نوبت مامان یا بابا. اول هم نوبت مامان یا باباست. میتونین هر جا که دوست دارین کاغذتون رو بچسبونین، حتی روی کاغذ هم دیگه، حتی جاهای خالی که میمونه، هر جوری که خودتون خواستین میتونین کاغذتون رو بچسبونین. آماده این؟ پس بریم.
خوب بود. نگاه کن. تو یه اثر هنری درست کردی. میدونی که به خاطر این اثر هنری توی سفره 7 سین کدوم سین رو پیدا کردیم؟ سیر. میتونی با دستات بزنی؟ سیر. دوباره سیر. مرسی. Bulutlarız yağar olsun, sularız akar olsun, ocaklarız yanar olsun. Novruz bayramı mübarek olsun. Mən Seyid Zəhra Tacəddini Xoy şəhristanından. هلاوة ملاوة دستاني شور الساوة كركة تنبي بزاوة كتكة نبي بتساوة شتيك من بدخنة بنتاوة سال تازه تن پیروز بی Salam, mən Səfərişəm, elə geçirəm mübarək. بچه ها اینجا رو ببینین. تخم مرغای رنگی. میتونید با من بخونین؟ ولی انگار داخلش یه چیزیه. سکه. 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 اینجا رو ببینین. سیر. سیر سکه. سیر سکه. میتونی این دفعه تو دلت بخونی؟ با دستای پر از گل میاد توی باغچه خونه ما. با صدای بلبل میاد میپیچه تو دل کوچه ها. روز اول بهاره حرفش خوشحالی میاره. با رسیدنش تو خونه ها سفره 7 سین میذاره. نوروزه نوروزه اونی که خوشحال حاجی فیروزه. نوروزه نوروزه اونی که خوشحال حاجی فیروزه. مرسی. اما صبر کنید، شاید اینجا هم یه چیزی باشه. سیب. سیب سیر سکه. بذار ببینیم تو این چیه. آماده این؟ 1 2 3. بچه میدونید این چیه؟ سنجد. درسته. سنجد. سیب سیر سکه. سلام بچه‌ها، نادمیم. عید نوروز کشلا مبارک. و بچه کجلو بیرامه هم دیگر که کاید ای تو مبارک. انشالله سال خوبی داشته بوده به تو. ساحل آروم و زیبا، هله والا خیلی دور غم از اینجا. هله والا روی رقص موج دریا. هله والا میخونیم شعر رو به رقصا. هله والا خیلی دور غم از اینجا. میخونیم شعر رو به رقصا. بره دستا همه بالا. مرسی بچه ها جون. اما وایسیم ببینم چرا قاشق دستمونه.
بچه توی بوشه یه مراسم هست که قبل نوروز اتفاق میفته. بهش میگن شکرریزی. توی این مراسم مامانا یه قاشق شکر به بچه ها میدن و بچه ها اونو میریزن توی دریا. اعتقاد دارن که اگه این کارو بکنن دریا شیرین میشه و از مردم شهر راضی میشه. ببینم حالا که قاشق دستمونه میدونین مردم بهمون چی دادن؟ اینجا رو ببینین، سمنو. میتونی با قاشقات بزنی؟ سمنو. سمنو. آماده ای با قاشقامون سمنو بخوریم؟ بریم. چقدر خوشمزه است. میدونین سینه چندمیمون بود؟ آها، 5م. مرسی. سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ رسیدیم به خونه ننه سرما. اما ننه سرما نمیدونم کجاست. سلام ننه سرما جون، حالتون چطوره؟ بچه ها ببینین چی دست ننه سرماست. سنبول. میتونی با دستات بزنی؟ سنبول. آفرین. فکر کنم که همه 7 سینمون کامل شد. چی؟ نه. نشد؟ مطمئنی؟ وایسا نگاه کنم. سی، سکه، سیر، سنجه، سمنو، سنبول. راست میگین، این که شد 6 تا. پس 7مین سینمون کجاست؟ نکنه داخل خونه مونده. بیایم بریم توی خونه ببینیم میتونیم اونجا پیداش کنیم. بودیم. سفره 7 سین داره، سکه واسش میذاره، سین سمنو با سنجد، سنبول و سیر و کنجد. کنجد سین نداره، چی به جاش بذاره؟ سفره 7 سین داره، سکه واسش میذاره، سین سمنو با سنجد، سنبول و سیر و کنجد. آها، فهمیدم. سبزه. ولی سبزه کجاست؟ سلام عمو نوروز. بچه ببینین کی اینجاست. عمو نوروز. میدونین دستش چیه؟ درست حدس زدین. سبزه. سبزه. وای، 7 سینمون کامل شد. مرسی از اینکه کنارمون بودین. به من که خیلی خوش گذشت. امیدوارم به شما هم کلی خوش گذشته باشه. سال نوتون مبارک. امیدوارم یه سال خیلی قشنگ، پر از بازی، پر از کیف داشته باشین. به زودی زود میبینیمتون. اگر دوست داشتین عکساتون رو برامون بفرستین. از بازی‌ها، از سفره 7 سین خیلی خوشحال میشین. فعلا تا سال بعد، خداحافظ. دیدی اینا چیه داره میزن سبزه؟ ای وای نکنه این نوروز شد. هنوز نشده. نزدیکه ولی. خب من رو توف کن دیگه، بالاخره هر تحویل میخوام بیرون باشم. هنوز راضی نشدم. کامنت بیشتر باید بذارن تا راضی بشم. تو رو خدا کامنت بذارید با گیری صحبت کنید که من یه جوری بیام بیرون برای سال تحویل. جیبو 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 جیبو